بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره. خب در اینجا یک فصل کوتاه هست که در اینجا تقریبا 4 مسئله یا 4-5 مسئله ذکر می شود. مسئله یکم، دوم خیلی آسان هست، مسئله سوم و چهارم کم ترک دشوارتر هست، اما من کوشش میکنم شما رو صحنه به صحنه فهمونم، انشاءالله خواهید فهمید. این فصل، این باب در موردی آن عملهایی هست که مقتدی باید انجام دهد بعد از فراغ شدن امامش از یک واجبی یا یک عملی دیگری. یعنی که واضح‌تر اگر گویم، این عنوان به این اشاره میکند که مقتدی چی باید کند، چی عملها رو باید انجام دهد اگر امامش یک عملی غیر معمولی رو در نماز انجام دهد یا اگر امامش خطا کند. واضح‌تر اگر گویم، صحنه یکم، لو سلم الامام قبل فراغ المقتدی من التشهد یتمه. بهد آسان. در مسئله یکم شما میتوانید که مسئله با مسئله کرده در دفتر خود نویسید و کوشش کنید که وقتی که این مسائل رو میخوانید و مینویسید یک دقیقه هم اگر باشد این خیلی فکر کنید، صحنه رو در فکر خود بیارید، فکر کنید. یک پهلوی آموزش علم یا حفظ کردن علم همین است که آدم فکر کند، در فکرش همون مسائل رو گرداند فکر کند، از هر یک گوشه، از هر یک جهتش فکر کند. در وقتی اوقات پزی، در وقتی دوزندگی، در وقتی لباس شویی فکر کنید، درباره یک مسئله فکر کنید که خب این خیل هست، این خیل یاد گرفتم. اگر انسان فکر نکند، همون فکرها، همون مسائل رو در مغز سرش نگرداند، هیچ وقت نمیچسبد. برای همین این مسئله یکم چنین هست که فرض کنیم که مقتدی از پس امامش نماز میگذراند و در اینجا چی می شود؟ امام پیش از اون که مقتدی تشهدش رو، یعنی التحیات رو تمام کند، سلام میگوید. فرض کنیم که در قاعده اخیر هست، امام یا میتواند که تشهد خود رو بخواند، ابراهیمیه رو بخواند، دعا رو خواند، بعد سلام دهد، یا اینکه تنها تشهد رو خوانده است و سلام داد امام، اما مقتدی تا حال تشهد خود را به انتها نرسانیده است. در این حالت مقتدی باید که تشهد خود را تا آخر رساند، بعداً سلام دهد. یعنی اگر کم ترک از امامش قفا افتاد، از جهت سلام گفتن باقی ندارد، چون که گفتنی و خواندنی تشهد التحیات واجب شماریده می شود. برای همین باید که تمامش کند، یتمه، تمام می کند. ولو رفع الامام رأسه قبل تسبیح المقتدی 3 في الركوع او السجود یتابعه. دویم مسئله این است که اگر امام سر خود را بالا کند پیش از آن که مقتدی تسبیحات خود را چی در رکوع باشد چی در سجود باشد تمام کند، باید که مقتدی متابعتش کند، پیرویش کند، فوراً از پسش همان عملی که انجام میدهد پیروی کند. برای چی؟ برای آن که تسبیحات رکوع و سجده واجب نیستند، اما متابعت کردن امام، یعنی که وقتی که مقتدی از پس امام نماز را میگذراند، پای در پای عملها را انجام دادن، فوراً اقتدا کردن، متابعت کردن واجب هست. برای همین واجب از بالای سنت می باشد و باید که امام خود را متابعت کند. گرچه که یک بار اگر تسبیح گفته باشد، 2 بار تنها گفته باشد، حد اقل را پورا نکرده هم باشد، باز هم مقتدی از پس امام متابعت می کند و ترک می کند تسبیحات خود را و متابعت می کند. این شد مسئله دوم. خب، ولو زاد الامام سجدة او قام بعد القعود الاخير ساهيا لا يتبعه المؤتم بل يمكث، فإن عاد الامام قبل تقييده زائدة بسجدة سلم معه، وإن قيدها سلم وحده. تا اینجا این است صحنه سوم، مسئله سوم. جدا این رو در دفتران خود نویسید. خب، مسئله سوم این است که اگر امام یک سجده علاوگی رو یا زائد رو اضافه کند، ببینید اگر اضافه کند، زیاده کند امام یک سجده رو، یا اینکه قام یعنی بخیزد پس از قعده اخیر، یعنی بعد از نشست آخران، ساهیاً از روی فراموش خاطری،
باید که مؤتم یعنی مأموم یعنی مقتدی باید که او را متابعت نکند. خب یعنی که در این مسئله چی می شود؟ فرض کنیم که 4 رکعت به انتها رسیده است. یعنی که برای پس از خواندن 4 رکعت امام سجده میکند، 1 سجده می نشیند، 2 سجده و بعدا به 3 سجده می رود. صحنه 1 هست. یا اینکه بعد از 2 سجده می خیزد برای، یعنی گویا که این شد رکعت 5 ایستاد، بعد از دوباره می نشیند. من مسئله 4 را نخست گفتم. دوباره یا سجده 3 می کند یا اینکه می شیند در قعده اخیر و بعدا می خیزد. یعنی بعد از نشست تشهد یا به قدر تشهد دوباره می خیزد، اتحیات خود را می خواند، دوباره می خیزد. این چی شد؟ خیستن 2 شد. یعنی الکی در مابین 2 رکعت، یعنی پس از 2 رکعت برای 3 رکعت، یعنی الکی 6 بود برای قعده اوله. اما بعد از خواندن تشهد 2 بار پس از 4 رکعت دوباره میخیزد. خب از روی فراموش خاطری در این حالت مؤتم باید او را پیروی نکند، بلکه باید ایستاد در جایش، نشسته ایستاد. باید که امام میشیشت، باید تشهد را میخواند و باید نمیخیست، باید به ابراهیمیه میگذشت، دعا میکرد و سلام در میداد. در این حالت مؤتم می ایستد، یمکث یعنی انتظار میشد، می ایستد. اگر امام دوباره برگردد پیش از آن که 1 رکعت اضافگی را قید کند با سجده، با او سلام میگوید. یعنی که اگر امام خسته باشد برای 5 رکعت اما دوباره به یادش زند، چی در رکوع باشد چی در حالت قرائت باشد، دوباره به یادش زند و فوراً بشیند. در این حالت مقتدی با امام سلام در می‌دهد، برای آنکه امام 1 پوره رکعت دیگر را با سجده قید نکرد. یعنی پس از ادا کردن 5 رکعت سجده دوباره دیگر نکرد که 5 رکعت قید شود، به تکمیل رسد. پیش از به تکمیل رساندن 5 رکعت اگر امام در جایش دوباره برگردد، باید مقتدی با او سلام گوید. اما اگر مقتدی در جای نشستش انتظار دارد، یعنی انتظار میکند و میبیند که امام بعد از خستن برای 5 رکعت سجده کرد، سجده که کند مقتدی باید تنها سلام دهد، چون که الکی 5 رکعت رو امام چی کرد؟ اضافه کرد. برای همین امام شرنبلالی میگوید و این قیدها سلم وحده. اگر امام 5 رکعت رو یا اینکه رکعت اضافگی رو اگر قید کند، یعنی با سجده اضافگی، در این حالت مقتدی تنها سلام میگوید. این بود بعد از قعده اخیر. بعد از قعده اخیر یعنی که در این حالت 3 مقتدی با امام قعده اخیر را ادا کرد. خب اکنون در صحنه 4 گوش کنید که چی می شود. و این قام الامام قبل القعود الاخیر ساهیا انتظره. اما در صحنه 4 چی می شود که بعد از به تکمیل رساندن 4 رکعت دوباره امام چی می کند؟ دوباره امام پیش از آن که به قعده اخیر بشیند، یعنی که 4 رکعت را می خواند، دوباره سجده می کند و باید اکنون در جایش بشیند و باید اتحیات را خواند. اما پیش از آن که این کار را کند، بعد از 2 بار سجده کردن بعد از 4 رکعت چی می کند؟ از جایش می خیزد برای 5 رکعت. یعنی که بین صحنه 4 همین صحنه بالگی 3 و 4 یعنی فرق در همین هست که در صحنه 3 امام اول در جای 6 قعده آخر را ادا کرد و بعداً خست. خب فکر کرد که شاید در مابین نماز هست، بعد از خواندن اتحیات خست. اما در این صحنه، در صحنه 4 چی می شود؟ امام بعد از 2 سجده را کردن به جایی که بشیند برای قعده آخر، از جایش باز می خیزد برای رکعت 5. در این حالت مقتدی باید او را انتظار شود. فإن سلم المقتدی، خب انتظار شود. در اینجا بعد امام شرنبلانی به یک
چیزی که کم ترک دیگر هست اشاره میکند این مسئله رو پورا یعنی پورا اونقدر نمیفهموند واضح. برای همین من خودم برای شما میگویم که انتظار میشود، یعنی که انتظار میشود بعد به همون چیز باید که انتظار شود تا اینکه امام برگردد. اگر مقتدی سلام گوید پیش از آن که امامش یک رکعتی زایده را قید کند با سجده، فرضش نماز فرضیش فاسد می شود. یعنی که مقتدی چی باید کرد؟ باید که انتظار شود تا اینکه امامش برگردد و با امام قعده آخران را ادا کند. اگر پیش از نشستی امام در قعده آخران اگر مقتدی سلام گوید، نمازش برای چی فاسد می شود؟ برای آن که یک رکن پوره را مقتدی تنها انجام داد که این رکن کدام هست؟ القعود الاخیر. اما اگر انتظار شود امامش برگردد و با امام قعده اخیر را ادا کند، در این حالت نمازش پوره می شود. اما اگر قعده اخیر را با امام پوره کند و امام در وقتی خواندن ابراهیمیه باشد یا در وقتی دعا کردن باشد که مقتدی خودش پیش از امام سلام دهد، در این حالت مسئله چی است؟ برای همین امام شرمبولاری میگوید که و مکروه است، مکروه است سلام دادن مقتدی بعد از تشهد اما پیش از سلام امامش. برای چی تنها مکروه است؟ برای آنکه حداقل همون تشهد آخران را با امامش پوره کرد، سلام را با امامش پوره نکرد، پیش از امام عجله کرد و سلام خود را گفت. در این حالت نمازش می شود اما کراهت دارد. این بود 4 صحنه‌ای که مربوط به خطا کردن امام می باشد. می گذاریم به فصل بعدی که این هم یک فصل خرد هست، کوتاه هست، در مورد عموما چی باید کرد مخصوصا در وقت جماعت بعد از خواندن نماز فرضی. امام شرمبولاری میگوید فصل فی الاذکار الوارده بعد الفرض. این فصل در مورد ذکرهایی هست که ذکرهای وارد شده بعد از نماز فرضی. میگوید که اولا القیام الی السنه متصلا بالفرض مسنون. فورا خواندن رکعت‌های سنت پیوسته با رکعت‌های فرضی این سنتی نماز می باشد. من این را فهمانده بودم که هدفش این نیست که مابین آنها باید هیچ فاصله نباشد. مابین آنها فاصله انداختن به قدری که ذکر و اذکار خوانده شود جایز هست، درست هست. اما این گونه باید نکند نمازخوان که 4 رکعتی سنتش را مثلا برای نماز ظهر در یک وقت خواند، بعد رود کارهای خود را انجام دهد، نیم ساعت پس آمده بعد نماز فرضش را خواند، بعد دوباره رود 1 ساعت باز یا 40 دقیقه باز آید و دوباره مثلا نماز 2 رکعت نماز سنتش را خواند. فرض کنیم برای نماز ظهر، برای نماز پیشین که وقتش عموما خیلی دراز می باشد، 2 ساعت 2.5 ساعت یعنی وقت می داشته باشد، وابسته به البته ماهای تابستانی و زمستانی و دولت ها و غیره، اما عموما وقتی نماز ظهر خیلی دراز می باشد. پس باید بین رکعت های فرضی و سنت فاصله یا اینکه تأخیری دراز را ناندازد، اما مهلت کوتاه جایز هست، چطوری که از امام شمس الائمه الحلوانی روایت شده هست که من برای شما گفتم که امام شمس الائمه الحلوانی یکی از فقهای برجسته مذهبی حنفی می باشد که در عصر 5 هجری زندگی می کرد. در سال 449 هجری وفاتش می باشد. یعنی که یکی از علمای، یکی از فقیهان مذهبی حنفی می باشد که این امام بعد از نظر کردن به روایت های یعنی علمای اولین فقه حنفی و این چنین بعد از نظر کردن به دلایل به این نتیجه رسیده است که این قولش چنین هست که لا بأس بقراءة الاوراد بعد الفریضة و السنة. اشکالی نیست، باکی ندارد قرائت کردن یعنی که خواندن اوراد یعنی ذکرها بعد از رکعت‌های فرضی یا در مابین رکعت‌های فرضی و سنت، یعنی که مهلتی کوتاه باکی ندارد.
و این نقطه اولی که من گفتم. البته این هم وابسته بر یعنی تمام این چیزهایی که سنت گفته می شود، البته که برای آنها، برای ثابت کردن آنها احادیث موجود هست. بعضی هایش در مراقی الفلاح ذکر شدگی هستند از طرف خود امام شورنبولالی، بعضی هایش ذکر شدگی نیستند که دیگر علما ذکر کردگی هستند. مثلا اگر در مراقی الفلاح نباشد، امام طحطاوی در حاشیه خود ذکر کردگی هست و عموما در کتاب های فقهی آنقدر در مورد متنهای احادیث گفته نمی شود، چون که بعد این خلال می رساند به خودی مسئله. برای همین است که اگر حدیث ذکر شدگی نباشد یا آیت یا دلیل در کتاب‌های مخصوصا در متن‌های آسان فقهی اگر ذکر شدگی نباشد، این معنای آن را ندارد که دلیل نیست، بلکه معنای آن را دارد که این یک متن مختصری هست که توجه خواننده را یا قاری را تنها به مسائل فقهی می آورد. اگر تمام دلایل و استدلالات ذکر شود، این گونه کتاب های مختصر خیلی دراز می شوند و برای نوآموزان به حد دشواری پیدا می شود. اما باز هم برای این مسئله حدیثی است در صحیح مسلم از ثوبان رضی الله عنه که فرمود است کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. بعد از اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز خود را، یعنی نماز فرضی را به انتها می رسانید، 3 بار اولا استغفار می کردند و بعدا گفت که می گفتند بعد از 3 مراتب استغفار کردن می گفتند اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یعنی که ما هم باید عملمون چنین باشد که بعد از به تکمیل رساندن رکعت‌های فرضی اولا یعنی بعد از سلام دادن السلام علیکم و رحمت الله، چی باید بگیم؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. حدی اقل همین قدر مهلت باید بین رکعت‌های فرضی و سنتی موجود باشد. و البته این حدیث دوام دارد. یکی از راویان الولید میگوید فقلت للاوزاعی، من از امام اوزاعی پرسیدم که کیف استغفار میکرد، یعنی چگونه میگفت، چی میگفت؟ سید الاستغفار میگفت یا یک عباره کوتاه‌تر میگفت؟ و بعدا امام اوزاعی که یکی از تابعی میباشد میفهماند که یعنی انسان باید بگوید یا تو میگویی، تو باید بگویی استغفر الله استغفر الله. بعدا امام طحطاوی یک نقطه دیگر رو باید که زودتر ما دوام دهیم، اما امام طحطاوی اگر حاشیه‌ای که نوشتگی هست اگر نظر کنید، در اونجا یک نقطه رو ذکر میکند، میگوید که در بعضی اشخاص این دعا رو این گونه ذکر کردند که بعد از اللهم انت السلام و منک السلام بعضی عباره ها رو اضافه کردند که و الیک یرجع السلام و غیره و ادخلنا دار السلام. میگوید که این اضافه‌ای که در بعضی متن‌ها ذکر شدگی هست این اصل ندارد، یعنی که بی اساس هست، بل مختلقون. میگوید مختلقون اگر باید داشته باشید یک کلمه دیگری هست برای موضوع. میگوید که مختلقو بعض القصاص، یعنی که بعضی کسانی که راویان درست حدیث شماریده نمیشوند، آنها در این دعا بعضی چیزهایی که معنای خوب دارد اما از سنت نیست یا از احادیث درست ثابت شدگی نیست آنها اضافه کردن. برای همین روایتی که من در اول گفتم، دعایی که من در اول گفتم از روایت مسلم، آن است درستش که امام طحطاوی این رو هم با ما اشاره میکند. به هر حال بعد از این میگوید و یستحب للامام بعد سلامه ان يتحول الى جهه يساره لتطوع بعد الفرض. مستحب هست برای امامی که البته نماز را میخواند که بعد از سلام دادنش تحول یعنی که گویا که تاب خورد، دور خورد، خود را دور دهد به طرف چپش. بعضی ها این رو طرف راست فهماندین، میگوین که طرف چپ یعنی که از جهتی مقابل، یعنی که در اصل باید طرف راست قبله باشد، اما در اینجا فرق نمی کند، به طرف چپش رود به طرف راستش رود و میفهمونه که طرف راست درستتر هست. هدفش همین هست، یعنی هر دوی قول موجود هست، اما گپ اساسی در اینجا این است که از همون جایی که نماز فرضی رو ادا کرد از همون جا به یک طرف گذرد، به یک طرف خود رو دور دهد تا اینکه به یک طرف یعنی حرکت کند تا اینکه نمازی
تطوع یعنی که سنت یا اینکه نفلی را ادا کند بعد از فرض. و برای این علما دو فایده رو ذکر کردند. یکمش میگویند که تا اینکه جماعت مقتدیان آگاه شوند که الان امام نماز فرضی خود را یعنی امامت نکرده است، نمیکند الان، یعنی مخصوصا کسانی که دیر بیایند، آنها یک اشاره می شود که امام نماز تطوع یعنی نماز سنت یا نفلی را ادا کرده ایستاده است. و دیگر فایده ای که ذکر شدگی هست امام شورنبولالی ذکر می کند، این درباره این است که همان جایی که انسان نماز میگذراند، همان زمینی که انسان نماز میگذراند، برایش در روز قیامت شهادت میدهد، گواهی میدهد که این بالای من عملی نیک و عبادت را انجام داد. پس اگر امام بعد از خواندن نماز بالای یک پاره زمین اگر چی کند، حرکت کند به یک طرف دیگر، به یک پاره زمین دیگر، چی می شود؟ همون عددی گواها و گواهی دادن برایش، شاهدان برایش زیادتر می شود. این رو ذکر می کند و نسبت می دهد بر روایت ترمذی. می گوید که این از روایت ابی هریره رضی الله عنه هست. روى ابو هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم تلا یومئذ تحدث اخبارها. پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیت رو چی می کند؟ تلاوت می کند که آن روز زمین خبرهای خود را می گوید. و سپس میگوید اتدرون ما اخبارها قالوا الله و رسوله اعلم، یعنی که از مراجعت میکند به صحابه رضی الله عنهم و میگوید میدونید که خبرهای آن چیست؟ و در جواب صحابه میگویند که الله و رسولش بهتر میدوند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید، میگوید که فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد و امة بما عمل على ظهرها تقول عمل كذا في كذا. یعنی که زمین خبرهایش رو میگوید. چی معنی دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله میگوید که خبرهای آن این است که زمین بر هر یک بنده و کنیز، یعنی بر هر مرد و زن گواهی میدهد با آن چیزی که بر روی آن انجام داده است و میگوید که فلانی فلان کار رو در فلان روز انجام داد. از این روایت این دویم فایده رو برای این نقطه پیش میکنند. و این استقبل بعده الناس، و بعد از خواندن تطوعش باید روی خود رو به طرف مردم گرداند. و استغفرون الله ثلاثا، همه نمازگزاران مقتدیان امام 3 بار استغفار میکنند بعد از خواندن نماز خود. و یقرؤون آیت الکرسی، آیت کرسی رو میتوانند بخوانند. معوذات رو که من برای شما فهمانده بودم، معوذات صیغه جمع هست، به 3 سوره اشاره میکند. 2 سوره اصلش میباشد، 3م سوره برای زیادتر تایید دادن و قوت دادن این سوره ها ضم کرده می شود. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس و سوره الاخلاص. و یسبحون الله 33 و یحمدونه كذلك و یکبرونه كذلك. سپس می توانند که بگویند 33 مراتب سبحان الله تسبیح بگویند، 33 مراتب تحمید یعنی که الحمدلله، 33 مراتب الله اکبر. و در اینجا امام شورنبولالی برای 100م ذکر، یعنی که 99 شد، برای 100م رقم میگوید که این دعا باید خوانده شود تا اینکه رقم تا 100 رسد. گرچه که من برای شما گفته بودم که در بعضی روایت ها هم آمده است که انسان 33 مراتب سبحان الله، 33 مراتب الحمدلله و 34 بار الله اکبر باید بگوید. یعنی که این روایت هم موجود هست و 33 هم موجود هست، هر دویش درست هست. و بعد از این میگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر، که ترجمهش چنین هست که لا اله الا الله، معبود جز الله سبحانه و تعالی نیست. وحده او یگانه هست. لا شریک له، شریک ندارد، یعنی که با او شریکی نیست. له الملک و له الحمد، حکمرانی یا ملک برای اوست، از آن اوست و حمد و ثنا او را سزاوار هست. و هو علی کل شیء قدیر، و او بر هر چیز تواناست. ثم يدعون لانفسهم وللمسلمین رافع ایدیهم ثم يمسحون بها وجوههم في آخره. سپس دعا میکنند برای خودشان، برای مسلمان ها، در حالی که دستشان بالا باشد. برای این هم روایت موجود هست
در ابن ماجه هست، در ابو داود هست، یعنی روایت های زیادی هست و این درست است که بعضی روایت هایش ضعیف تر هست اما با هم دیگر یک جای شده قوتشون زیادتر می شود که دستان خود را باید بالا کنند و امام شرنبلاری یعنی با تفصیل میفهماند که دستانشان باید رو بر روی سینه شان باشد در حالتی که کفها به طرف روی باشد و بعد از دعا کردن دستان خود را در روی های خود میمالند. خب انشاءالله اکنون بابی آن چیزهایی که نماز را فاسد میکند به این میگذاریم. کوشش میکنیم که تا 41مش انشاءالله بخوانیم چون که نیم ساعتی درس هم گذشته است. امام شرنبلانی میگوید باب ما یفسد الصلاة، باب در مورد آن چیزهایی که نماز را فاسد میکند. فاسد و باطل، یبطل و یفسد و نواقض، همه این کلمه ها در باب عبادات یک می باشد. در باب معاملات یعنی که در باب بیوع و غیره فاسد، یا حتی در باب طلاق و نکاح، در این گونه باب ها وقتی که کلمه فسد یا یفسد استفاده می شود این کلمه از کلمه باطل فرق میکند، اما در باب عبادات فرق نمیکند، معنای آنها مرادفاً استفاده می شود. میگوید که وهو 68 شیئا، 68 چیز می باشد. یکم میگوید الکلمة ولو سهوا او خطأ، از یکم تا تقریبا پنجمش یا چهارمش در موردی گپ زدن یا پاسخ دادن می باشد. اگر انسان یک کلمه را که از خود نماز، از ترکیب نماز نباشد، یک کلمه بیگانه را در نماز اگر تلفظ کند، چه خطااً باشد چه سهواً باشد، نمازش باطل می شود. سهواً برای شما فهماندگی هستم که یعنی از روی فراموش خاطری، فراموشانه، یعنی که فراموش می کند که در نماز هست. بعضی وقت همین خیلی می شود انسان فکرش می رود فراموش می کند که حتی در نماز هست و یک کلمه را می گوید، یا از روی درد یا از روی خرسندی یا از روی احساساتی شدن. خطااً یعنی که خطا می کند، یعنی که می داند که در نماز هست اما از نخواست از دهانش یک کلمه نادرست یا از یک کلمه که بیرون از نماز هست، بیرون از تلاوت و قرآن هست می براید. مثلا من گفته بودم که میخواهد یا ایها الذین آمنوا بگوید، مثلا نخواست میگوید یا مریم یا مثلا یا مراد یا منصور، نخواست میگوید. خب خطا میکند، کلمه ای که از ترکیب نماز نباشد نماز رو باطل میکند. و دعا بما یشبه کلامه، دعایی که سخن انسان ها را شباهت کند، مانند باشد به کلام انسان ها، به کلام مردم. و برای این من برای شما فهمونده بودم که اولا انسان نمیتواند که در درون نماز به غیر از عربی استفاده کند. دوم اگر عربی استفاده کند باید تنها در نمازهای فرضی مخصوصا همون کلمه های از دهانش بیرون براید که از ترکیب نماز باشد. در هر رکن، در هر یک تحویل یا در هر یک انتقال، یعنی در هر یک جنبش باید تمام همون ذکرهایی را بگوید که پیامبر صلی الله علیه و آله به ما از طریق سنت درس دادگی هست، به ما ذکر کردگی هست. تنها همون دعاهایی را باید بگوید که در سنت ذکر شدگی هند و تنها در وقت قرائت کردن باید تنها سوره های قرآنی را قرائت کند. اگر دعایی کند مخصوصا مثلا در قعده آخران بعد از ابراهیمیه اگر دعایی را کند که به کلام مردم شباهت کند نمازش فاسد می شود. مثلا حتی اگر بگوید اللهم زوجنی فلان، ای الله مرا با فلانی ازدواج مثلا کن، یا اینکه اللهم یا ربی اعطنی، یا اللهم رزقنی ثوب کذا و کذا، مثلا این گونه کلام ها را اگر بگوید که ای الله به من فلان یعنی کرته را یا لباس را عطا کن و غیره، این گونه کلام شباهت میکند به کلام انسانی. و علما میفهمونند که فرق کردن بین کلام انسانی و کلامی که در نماز جایز باشد غیر انسانی اگر گفته توانیم این است که اگر انسان این گونه چیزها رو طلب کند یا درخواست کند که از یک انسان دیگر هم درخواست کرده می شود، گرچه که ما اعتراف میکنیم که تمامی چیز
از جانب الله سبحانه و تعالی به ما داده می شود، عطا کرده می شود و مردم و عمل و کارها تنها سبب می باشند، گرچه که ما این را اعتراف میکنیم، اما بعضی چیزها از انسانها هم طلب کرده می شود در گفتاری یعنی معمولی و روزمره. در گفتار روزمره مثلا از یک انسان دیگر میگویم که فلان چیز رو به من ده، یا اینکه فلان چیز رو به من بخر، یا اینکه یک نوجوان میتواند که از یک کس درخواست کند که دختر خود رو به من ازدواج کن، من از تو اینگونه طلب میکنم. یعنی اینگونه کلام بین مردم چی هست؟ رواج هست و معمولی هست، گرچه که تمام این نعمت ها رو دادنده و عطا کننده تمام این نعمت الله سبحانه و تعالی می باشد، اما بعضی چیزها از مردم درخواست کرده می شود و بعضی دیگر چیزها هست که هیچ وقت انسان از یک انسان دیگر نمی خواهد. مثلا یعنی استغفار کردن، توبه، قبول کردن توبه، مثلا دادن نعمت ها، داخل کردن به جنت، یعنی حفاظت و حمایت از جهنم و غیره. این چیزها رو معمولا یک انسان از دیگر انسان نمی خواهد. بعضی علما اینگونه فرق بیان کردن بین کلامی انسانی و غیر انسانی. اما من برای شما هم گفتم که بهترین چیز همین است که برای کسی که یعنی حتی برای کسی که عربی رو هم بداند، عرب هم باشد، چون که در اینجا خیلی یک فرقیت نازک هست. بهتر است که انسان بیرون از نمازش دعا کند، هر چیزی که دلش میخواهد، تمنا دارد، بیرون از نمازش دعا کند، گریه کند، ناله کند، به سجده رود، یا اینکه نماز نفلی خواند و اگر خواهد در نماز نفلیش کوشش کند که یعنی در آخر نشست با عربی این چیزها رو بخواهد. اما برای آن که به نماز فرضیش خلل نرسد، بهتر است که این گونه دعاها رو در درون نمازش نکند. میگذاریم و السلام بنیت تحییتی ولو ساهیا. سوم در مورد سلام دادن هست. یکم شده کسی سلام دهد با نیت تحیه، یعنی با نیت سلام گفتن، یا با نیت یعنی پیام دادن به یک کسی، خوش آمدید گفتن، یعنی با همون نیتی که تحیه، یعنی وقتی که ما سلام میدیم یعنی که تحیت میکنیم یک کسی رو، خوش آمدید میگوییم یا پیام میفرستیم برای همون شخص. چی از روی فراموش خاطری هم باشد، اگر کسی خودش سلام دهد در نمازش باطل می شود. چهارم، اگر به سلام کسی با زبانش جواب دهد، این هم نمازش رو باطل می کند. اگر با زبان باشد یا با مصافحه او بالمصافحتی، یعنی که با دستانش جوابی سلامی کسی رو بدهد. مثلا در نماز باشد، کسی نفهمد که او در نماز هست یا متوجه نشود، بیاید و بگوید السلام علیکم، دستانش رو پیش کند و این نمازگزار دستانش رو یعنی دست خودش رو به دست همون نفر دهد و به سلامش جواب دهد با طریق مصافحت کردن. در این حالت نمازش میشکند. ششم و هفتم درباره حرکت ها و عمل ها می باشد. عمل زیاده، خب کارهای بسیار، عملی زیاد که از نماز نباشد. و علما در این هم گفتگو دارند که عملی کثیر، عملی زیاد از عملی قلیل چگونه فرق کرده می شود. و اصلا فتوا بر همین هست که عملی کثیر، عملی زیاد آن وقت عملی زیاد شماریده می شود وقتی که جانب مقابل به همان شخص نظر کند و اینگونه خیال کند که در نماز نیست. یعنی که اگر کسی فکر کنید لباس پوشیده باشد یا حجاب خود رو بسته باشد، یعنی پورا یک طرفش رو درست نکند، پورا حجاب خود رو بسته باشد، از قفا از پیش دستانش حرکت کرده باشد و خودش حرکت کرده باشد، اینگونه اگر عملی زیاد کرده باشد و جانب مقابل به اون نظر کند، چی گمان میکند؟ اینگونه شخص را با اینگونه عملی زیاد دیده شاید گمان کند که این شخص در نماز نیست. و اگر یعنی دستانش در قبضه باشد، در بالای سینه‌اش باشد و تنها با یک طرفی دستش کم ترک یک دست دیگرش رو خراشد مثلا، یا کم ترک جای نمازش رو درست کند، عملی کم باشد که جانب مقابل وقتی که او رو ببیند بداند که در نماز هست، تنها کم ترک شور خورده ایستاده است، کمک حرکت کرده ایستاده است. عموما این را علما میفهمونند که این است راهی فرق کردن بین عمل کثیر و قلیل. اما از سببی که فکر و مفکوره هر یک نفر فرق میکند و هر یک صحنه، هر یک مسئله بعد اگر این رو ما همچون قاعده بگیریم فرق میکند، بهترش همین است
که یعنی این فتوا رو بگیریم یا این فهمیش رو، این شرح رو به نظر بگیریم که بعضی علما گفتن که اگر انسان 3 قدم پای در پای زند یا هر عملی که به مانند همین باشد، 3 قدم پای در پای اگر راه گردد، این میشود عملی کثیر و اگر از این کمتر باشد عملی قلیل شماریده می شود. خب برای همین این مسئله از سببی که یعنی فتوا برای این مسئله می تواند به حد فرق کند وابسته به چند قدر کار کردن. برای همین بهتر است که انسان پرهیز کند. خب بهتر است که انسان پرهیز کند و تا وقتی که ضرورت نشود و احتیاج زیادی نداشته باشد خود را از همان عملهایی که در نماز از ترکیب نماز شمار می شوند از همان عمل بیرون یگان خیلی عملی بیگانه را در درون نماز انجام ندهد. و تحویل الصدر عن القبلة و گردانیدنی، دور دادنی، خب حرکت دادنی سینه از قبله. یعنی که اگر من در اینجا 3 نقطه رو برای شما پیش کردگی بودم. اگر انسان تنها چشمانش به هر طرف نظر کند نمازش نمیشکند. البته این گپی دیگر هست که آیا باید انسان اینگونه عمل کند نکند. البته که باید اینگونه عمل نکند، چون که این به خلاف سنت هست، به خلاف خشوع و تواضع نمازی هست. اما ما درباره فقه در این درس ها گپ میزنیم، برای همین دانستن حدی اقلی چیزها مهم هست. دوم اگر انسان رویش یعنی کلش سرش اگر به هر طرف نظر کند، طرفی راست، طرفی چپ، بالا، پایان، این طرف ببیند و این طرف ببیند، نمازش نمیشکند. کلش، سینش در جایش ایستد، اما کلش به طرفی راست رود، به طرفی چپ رود، اگر هر طرف نظر کند. البته این بی‌ادبی هست، در نماز خلاف سنت هست، اما نمازش نمیشکند و البته کراهت دارد کله را جنبانیدن به هر طرف. باید نظر انسان به طرفی سجدگاهش باشد و در هر یک رکن میدانید در کجا باید باشد و کله انسان باید پست باشد، خم باشد به طرفی زمین، یعنی در حالتی تواضع باشد، در حالتی فروتنی. اما در اینجا گپ درباره عملهای باطل کننده نماز هست. تا وقتی که خودی سینه، کنده سینه از طرف قبله اگر دور نخورد نماز نمیشکند. خب برای همین درباره این هم من با شما کمی اشاره کرده بودم که 2 قول هست. بعضی علما میگویند که اگر تا 20% اگر سینه دور نخورد نماز نمیشکند. یعنی که اگر کمک این طرف و این طرف شود، که عموما در وقتی مثلا سلفه یا شاید عدسه زدن کمک سینه انسان کمک با یک چند فیصد شاید یک طرف شود، این باکی ندارد. بعضی ها حد اقلش رو تقریبا 20% یا درجه 20 درجه موندیان و بعضی دیگر علما گفتگیان که تا 40 درجه اگر حرکت کند سینه باکی ندارد. اما این گونه فیصدی ها برای ما یعنی ما تنها برای دانستن فقه و تنها برای آموختن فقه این گونه چیزها رو ذکر میکنیم و میآموزیم، نه برای آن که ما در نماز خود سستی کنیم و در نماز خود تواضع و فروتنی رو از دست دهیم. خب برای همین بهتر است که عموما برای مردم عامه، برای کودکان این گونه گپ‌ها رو ما نمیگوییم، تنها میگوییم که سینه باید راست باشد، تمام، اگر نه آنها سستی میکنن. به هر حال و اکل شیء من خارج فمه ولو قل، خوردن چیزی که از بیرون دهان باشد گرچه که کم هم باشد. یعنی که اگر از بیرون دهان باشد پرهیز کردن آسان هست. برای چی انسان از بیرون دهانش چیزی رو میخورد در نماز؟ پس اگر خورد کم هم باشد، از یک دانه نخود نمازش میشکند. اما اگر در مابین دندانهایش باشد پرهیز کردن کمی دشوارتر هست، بعضی وقت کنده میشود. برای همین بهتر است همچون توصیه که انسان پیش از نماز خواندنش اگر خوراک خوردگی باشد و دندانهایش زیاد یعنی جای داشته باشد، فاصله داشته باشد و چیزها چسبد، بهتر است که دهن خود را آبکش کند، آب کش کند، بشوید. خب اما اگر مسئله چنین هست که اگر از مابین اسنان یعنی دندانهایش اگر چیزی کنده شود و بخورد، تا وقتی که به یک دانه نخود یا زیادتر برابر نشود نمازش نمیشکند. و این چنین نوشیدن چیزه، برای که نوشیدن چیزه یعنی پرهیز کردن از نوشیدن چیزی آسان است.
حتی اگر کسی در وقت باران سرش رو بالا کند و باران رو تناول کند، یعنی بنوشد، نمازش میشکند. خب در اینجا تنحنح گفتم چی گفته بودید؟ گلو رو افشانیدن گفتید؟ افشانیدن یعنی تازه کردن. اگر کسی کند، خب تنحنح به مانند صدای سلفه هم گفته می شود، فهمانده می شود به زبان عربی. اگر کسی، یعنی درباره سلفیدن در اینجا نیست، درباره سؤال نیست، کلمه سؤال نآمده است، چون که سلفیدن برای ضرورت هست، برای بیماری هست. اما اگر کسی همون حلق خود رو، گلوی خود رو اگر تازه کند به عذر صدا خارج شود، صدا یعنی حتی یک دو حرف هم صدا کرده خارج می شود، او اوه می شود، این نماز رو میشکند اگر عذر نباشد. اما زیادی وقت انسان هایی که قرطق خود را، گلوی خود را تازه میکنند و صدا خارج میشود با عذر میکنند. اکثری وقت برای روشن کردن تلاوت خود میکنند، یا برای آنکه در حلقشان چیزی رست شدگی هست یا چیزی بند شدگی هست یا میخورد، از این سبب میکنند. به سبب باشد نمازشان میشکنند. خب از اینجا تأفیف، انین، تعوه، تمام اینها اسم الصوت میباشند، یعنی اسمهایی که، یعنی نامهای آوازها میباشند به زبان عربی. تأفیف اف گفتن رو میگویند، اف گفتن چی برای یعنی درد باشد، غم باشد، چی برای پف کردن باشد. مثلا چیزی در لباس همان باشد و ما اف گویم یا پف گویم، خب این است تأفیف. انین هر صدایی که برای درد خارج کرده می شود از دهان، آن را گفته می شود. خب یعنی صدایی از سببی رنج، از سببی درد، چی باشد، تمام این صداها. و تعوه که مانندی دارد به انین، این آه گفتن را میگویند. تعوه یعنی آه گفتن، یا اینکه اوه، هر دوی این کلمه ها می آید در شرح این کلمه. خب بعداً 15 و ارتفاع بکائه من وجع او مصیبت لا من ذکر جنت او نار. اگر کسی صدایش بلند شود، گریهش بلند شود از سبب وجع، از سبب درد یا از سبب مصیبت، میتوانیم مصیبت رو رنج ترجمه کنیم، چی از سبب درد یا رنج باشد، اما نه از سبب به یاد آوردن جنت یا اینکه آتش. یعنی اگر کسی گریه و ناله بلند کند از سبب دردی بدنی یا دردی سر یا در هر دردی که باشد، یا از سبب مصیبت یعنی غمی که داشته باشد، این گونه ناله بلند، برای همین گفته است که بلند، ارتفاع و بکای، بلند گریه کردن، نه اینکه از چشم آب ریختن. کسی این سوال را کردگی بود، جواب الکی در همین عباره هست اگر ما متوجه شویم. امام شوربلاری میگوید بلند گریه کردن از سبب بیرونی که دخل نداشته باشد به اسلام و به نماز. اما اگر کسی بلند گریه کند یا با آواز گریه کند از سبب به یاد آوردن دوزخ، آتش، عذاب، یا اینکه از سبب تمنای جنت، این باکی ندارد، چون که این اشاره میکند که انسان در حالت خشوع هست. حالان که اگر انسان از سبب مصیبت گریه کند، یعنی که در حالت خشوع نیست، در دنیاش غرق هست، از سبب دنیایی گریه دارد. 16 و تشمیت و عاطس بیرحمک الله. البته از اینجا آسان تر هست. هر یک کلمه که حتی عربی باشد اما از ترکیب نماز بیرون باشد، بیگانه باشد، نماز رو میشکند. اگر با عطس زننده میگویم، این اسم فاعل هست، یعنی کسی که عطس زند، اگر به این گونه شخص در جواب بگوید یرحمک الله، یعنی اون شخص میگوید الحمدلله، این شخص میگوید در نماز یرحمک الله، یا چی خودش بگوید الحمدلله در نماز، چی خودش بگوید یهدیکم الله و یصلح بالکم، تمام این عباره ها، یعنی اللهم صیبا نافعا، در وقتی باران بارش، یعنی بارش باران، تمام این چیزها درست نیست. یا اگر به کسی در جواب بگوید که لا اله الا الله، یعنی بر کسی که در مورد وحدانیت الله سوال کند یا گپ زند، سخن گوید که مثلا اله مع الله، و این در جواب بگوید لا اله الا الله، نمازش باطل می شود. و خبر سوء بالاسترجاع، اگر انا لله و انا الیه راجعون، در وقت شنیدن خبری ناخوش،
خبری بد اگر این عباره رو گوید، این دعا رو گوید، نادرست هست، باطل می شود. و سر و خبر سر، یعنی خبری خوش کننده، خبری خوشحالی اگر شنود و بگوید الحمدلله، این هم باطل کننده هست. یا اینکه خبری تعجب، یعنی در حالت عجب، در حالت تعجب سبحان الله بگوید یا لا اله الا الله گوید، تمام اینها نماز رو میشکند. و کل شیء قصد به الجواب که یا یحیی خذ الکتاب، و هر یک چیزی که با آن عباره قصد کند جواب دادن رو، یعنی که اراده او جواب دادن کسی باشد، در این حالت هم نمازش باطل می شود. اگر چی آیت رو به زبان بیارد، یعنی که این آیت سوره مریم هست، یا یحیی خذ الکتاب بقوه، اما این خواهد که همین آیت رو یا اولی همین آیت رو برای پسرش مراجعت کرده، بگوید که ای یحیی کتاب رو بگیر، کتاب در زمین افتیده باشد. از سببی که این با یک کسی بیرون از نماز چی دارد، گفتگو مکالمه دارد، از این سبب نمازش باطل می شود، چون که قصدش جواب دادن یا پاسخ گفتن یا یعنی سوال کردن، گپ زدن با یک نفری بیرون از نماز شد. و رؤیت متیمم ماء، اگر شخصی که با تیمم طهارت کردگی باشد، در درون نمازش آب رو ببیند، چی می شود؟ عذرش گم می شود، باید که آب رو استفاده کند و دوباره نماز خود رو بخواند. در این حالت هم دیدن متیمم اسم فاعل هست، از تیمم یتیمم تیمما فهو متیممون. خب یعنی تیمم کننده اگر آب رو ببیند نمازش باطل می شود. و تمام مدتی مسیح الخفی و نزعه، این دوتا در مورد خفین می باشد، یعنی که اگر مدتی مسح کردن خف به انتها رسد تمام شود، یا اینکه خف از پای انسان نزع شود یعنی بیرون شود، این هم چی میکند؟ نماز او رو باطل میسازد، چون که پایش رو باید بشوید. تعلم الامی آیتا. خب امی شخصی رو گفته می شود که بی سواد هست، خوانده نوشته نمیتواند و حفظ کردگی نیست، قرآن رو حفظ کردگی نیست. اگر امی در درون نماز آیت رو بیاموزد، و در اینجا امام شرنبراری در شرحش میگوید که چی از سبب تذکر باشد یا از سبب تلقی، یعنی که چی با دوباره به یادش آمدن باشد یا چی با واسطه تلقی، یعنی که از یک کسی که بیرون از نماز قرائت کرده ایستاده است از آن شخص بیاموزد. برای آن که گپ در اینجا این است که آیا این عملی کثیر حساب می شود یا نه، آیا این یک عملی بیرون از نماز حساب می شود یا نه، که انسان در درون نماز یک چیزی رو بیاموزد. از این سبب است که شخصی امی، یعنی شخصی که خوانده و نوشته نمیتواند، در درون نماز اگر مثلا از پسی قاری اگر قرائت کرده ایستاده، اگر نماز خود را خوانده ایستاده باشد از پس امام، و در وقت نماز بودن از یک شخصی بیرونی، چی او شخص بیاید به نزد او و برای او یک آیتی را بگوید، چی او شخص در دور باشد و قرآن تلاوت کرده ایستاده باشد، اگر با واسطه تلقی یعنی از یک کسی دیگر به خود قبول کردن، به خود گرفتن، چی با این واسطه باشد، چی با واسطه یعنی به یادش آمدن باشد، یعنی تمام یادهایش گم شده باشد، که در درون نماز یک روز به یادش یک آیتی بیاید، از سببی که این یک عملی کثیر شماریده می شود یا اینکه یک عملی که بیرون از نماز شمار می شود، از این سبب علما گفتند که شخص امی اگر در درون نماز یک آیتی را بیاموزد، همان نمازش باطل می شود. در این اختلاف کردند که اگر از پسی امام در حالت نماز باشد و از خود امام یک آیتی را در همان وقت اگر یاد بگیرد، آیا این نماز را باطل میکند یا نه؟ اکثر علما باز هم میگویند که بله، شخص امی نمازش باطل می شود، اما در ظاهریه یعنی یک فتوای دیگر هست که نه، در این حالت نمازش باطل نمی شود.
به هر حال اکنون میگذاریم و وجدان العاری ساتران. و شخصی که عاری باشد، شخصی که عریان باشد، برهنه باشد، اگر یک ستر را پیدا کند، لباس پیدا کند برای بدنش در درونی نماز، باید که نمازش باطل می شود، باید که دوباره نماز خود را با ستر آغاز کند. قدرت المومی علی الرکوع و سجود، مومی شخصی که با اشاره نماز خود را می خواند، اگر قدرت پیدا کند بالای رکوع و سجده کردن، نمازش باطل می شود و باید که نماز خود را با رکوع و سجده ادا کند. خب انشاءالله قریب به پایان همین صحیفه رسیدیم. و تذکر فائته لذی ترتیب، به یاد آوردنی یک نماز فوت شده برای کسی که صاحب ترتیب باشد. من برای شما فهمانده بودم که صاحب ترتیب کسی رو گفته می شود که در عمرش از وقتی بلاغت یگان نمازی رو از دست نداده است، یا اینکه از تنها 5 نماز یا کمتر رو از دست داده است، یعنی که از در ذمه‌اش قضا شدگی هست. تنها یا یگان نماز در ذمه‌اش قضا نشدگی هست، یا اینکه قضا شدگی هست اما هر نمازش رو خواندگی هست، یعنی نمازی فوت شده جمع شده ندارد، یا اینکه دارد اما عددش تا 5 میرسد، از 5 زیاد نمی شود. این گونه شخص پیش از آن که نمازی پیش از آن که نمازی فرضی همان وقت رو، همان روزه رو ادا کند، باید که تمام نمازهایش با ترتیب ادا کرده شود. اگر فجر رو مثلا از پیشش فوت شدگی باشد، پیش از خواندن نماز ظهر باید اول فجر رو قضا کند، نمیتواند که دیرتر قضا کند، چون که صاحب ترتیب هست، باید ترتیب نمازهایش باقی ماند. اما اگر شخص 6 نماز یا زیادتر رو از دست داده باشد، فوت شدگی باشد، در ذمه‌اش باشد که باید 6 نماز یا بیشتر رو قضا کند، که متاسفانه اکثر مردم سالها نماز در ذمه‌شون هست، 2-3 سال 20 سال یعنی نمازشون در ذمه‌شون هست از وقتی بلاغت، برای این گونه شخص ترتیب نماز ساقط می شود. یعنی می تواند که اگر نماز فجر رو از دست داده باشد، می تواند که نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء رو بخواند و بعد از عشاء نماز فجر همان روزه خود را قضا کند. یا اگر سالها بالایش باقی ماندگی باشد، می تواند که هر روز 5 نماز رو با همین نیتی که یکم نماز فجر که قضا شدگی است، دوم یعنی همین گونه نیت کرده نمازهای خود را هر روز یعنی 5 نماز بتواند 10 نماز خود را قضا کند. اما اگر کسی که صاحب ترتیب باشد، مقصد همین است که اگر یک نمازش رو نخواندگی باشد و به ترتیب نمازها خلل رسد، همون نمازی که در آن هست چی می شود؟ فاسد می شود. و استخلاف من لا يصلح اماما، و استخلاف یعنی که به امامت گذاشتن شخصی که صلاحیت امامت رو ندارد، یا اینکه برای امامت درست نیست. یعنی که یک شخص امام بود اما به امام یک حاجت، یک ضرورت، یک عذر پیش شد و از پس خود یک کسی دیگر رو پیش میکند در امامت، اما اون شخص یعنی امامت کردن نمیتواند یا شرایط امامت رو پورا نمیکند، یعنی خرد سال هست یا اینکه یعنی عقل ندارد و غیره و غیره، در این حالت نماز باطل می شود، نماز جماعت هم باشد. و طلوع الشمس فی الفجر، البته طلوع شدن، برآمدن آفتاب در نماز فجر. و زوالها فی العید، در وقت نماز عید اگر آفتاب زوال شود، در این حالت نماز عید وقتش به انتها می رسد و باطل می شود. دخول وقت العصر فی الجمعه، در وقت گذراندن یا خواندن نماز جمعه وقت عصر اگر داخل شود، نماز جمعه باطل می شود. سقوط الجبیره عن برء، ساقط شدن یا افتیدن جبیره، گیپس یا هر چیزی که مانند آن باشد، بندش باشد یا هر چیز دیگر که باشد، از زخم شفا یافته اگر ساقط شود و زخم شفا یافتگی باشد، البته نمازش باطل می شود، برای آن که باید همان جای شفا یافته را باید بشوید یا مسح کند در هر جایی که باشد، وابسته به همان. زوال و عذر المعذوری، اگر عذر معذور به انتها رسد یا زائل شود یعنی که گم شود، باید که چی کند؟ طهارت خود را دوباره کند. والحدث عمدن،
اگر قصدن حدث کند، او بصنع غیره، یا از سبب بیرونی حدث در حالت حدث درآید. چطوری که من با شما مثالی رو پیش کرده بودم که اگر در زیر درخت اگر نمازش رو میخوند و از بالای درخت یک چیزی افتاد، سیب افتاد، یک چیزی افتاد، چهارمغز افتاد و سرش رو کنترک زخم میکند، از سرش خون ریزد، این یک مثالی هست برای یک سبب بیرونی و از سبب بیرونی در حالت حدث رفتن. والاغما، بیهوش شدن، والجنون، از عقل بیرون شدن، والجنابة بنظر، اگر انسان در حالت جنابت داخل شود در نماز از سبب نظر، از سبب یعنی نگاه کردن به چیزی که یعنی او را در حالت شهوت قرار دهد یا او را در حالت جنابت قرار دهد، چی به کسی نظر کند، چی به فکری باشد، یعنی در اینجا میگوید چی به نظری باشد، او احتلام، یا چی از سبب احتلام باشد. و احتلام رو من برای شما فهمونده بودم که این در حالت خواب رفتن، اگر انسان خوابی رو ببیند که خوابی شهوتانه باشد و از او مایه خارج شود. در حالت نماز، در حالت رکوع کردن یا ایستادن اگر انسان خوابش برد نماز باطل نمی شود. و در حالت همان خواب اگر یک خوابی رو ببیند چی می شود و خواب سبب احتلام شود نمازش باطل می شود. البته اکثر این چیزها وابسته به وقت نماز هست یا وابسته به طهارتی که با آن در نماز داخل شدگی هست، و همین چیزها وابسته هست. خب انشاءالله تا همینجا درس رو میگذاریم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.